بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من امروز بسیار خوشبختم و بسیار خوشوقتم که در پهلوی استاد بسیار گرامی و معزز استاد عبدالظاهر دایی می باشیم، در خانهشان هستیم و می خواهیم که چند کلمه استاد محترم درباره توحید و عقیده که از رشته ها در این رشته بسیار جا تخصص دارد، ازشان تقاضا داریم که در باره توحید و عقیده چند کلمه بر ما بفرمایید. تشکر. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول خدمت شما و تمام دوستان عزیزی که در لندن تشریف دارن. شما در لندن تشریف دارن؟ دوستایی که اونجا هستن، من سلام و احترامات خود خدمتشان تقدیم میکنم. امیدوار است که همهشان جور باشن. برای شما و برای فامیلایتان صحت و عافیت از جانب الله متعال استدعا میکنم. الله متعال همه شما را در حفظ پناه خود داشته باشند. موضوع توحید که است یکی از موضوعات بسیار اساسی است، زیربنا، تهداب و اساس اسلام عقیده توحید تشکیل میده و تمام پیغمبران که آمدن از آدم علیه السلام شروع تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، کل از اینا برای عقیده توحید آمده بودند که چه قسم عقیده توحید در ذهنیت مردم جابجا بکنیم و چه قسم مردم مطابق توحید زندگی بکنن. ما به مدت زمانی که در عقیده توحید تحقیق کردیم، یک چوکات، چون دوستا مثلا کلپای عقیده را میشنون، منطقه شکل مختصرش یک چوکاتی جور کردیم برای عقیده که این عقیده توحید که است تقسیم بندی میشه به ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات. ربوبیت افعال الله متعال است. خلاصش مثلا ای که انسان مثلا عقیده داره که الله متعال رب العالمین است، دلیلش الحمدلله رب العالمین. پس الحمدلله رب العالمین توحید ربوبیت بیان میکنه که الله متعال رب تمام مخلوقات است. وقتی که ما بگیم الله رب العالمین است، به معنی از اینکه الله خلق کننده ما هست، روزی دهنده ما هست، شفا دهنده ما هست، زنده کننده ما هست، میراننده ما هست، ما را حفظ میکنه، حفظ کننده ما هم الله هست و تقدیر ما را هم الله متعال مثلا نوشته کرده. تقدیر به دست الله متعال است و قدرت الله متعال است و الله متعال است که بر ما روزی میتن و الله متعال است که ما را حفظ میکنه. یعنی وقتی که ما را و کائنات الله خلق کرده، حفظ هم الله میکنه، روزی هم الله میته، شفا هم الله میته، زندگی هم میته، مرگ هم الله میته. کلش اینمی افعال الله تعلق میگیره به توحید ربوبیت، یعنی توحید افعال الله. در عربی میگن افراد الله فی افعاله، یگانگی الله هست در افعالش، که افعال الله را بشناسیم و ایره به مخلوق نتیم و از مخلوق تقاضا نکنیم. دوم قسم توحید الوهیت است. توحید الوهیت یعنی توحید عبادت و حاکمیت است. پس توحید الوهیت یعنی افراد الله فی عبادته و حاکمیته، یعنی یگانگی الله هست در دو چیز، در عبادتش و در حاکمیتش. یعنی الله متعال در عبادت فقط الله را باید عبادت کنیم و عبادت ها 6 قسم هستند. قسم اولش عبادت فکری هست، دوم قسمش عبادت قلبی هست، سوم قسمش عبادت زبانی است، چهارمش عبادت بدنی است، پنجم قسمش عبادت مالی هست و ششم قسمش عبادت قانونی است. یعنی 6 قسم عبادت داریم. ما باید در توحید همین 6 قسم عبادت مخصوص کی بکنیم؟ مخصوص الله. عبادت قلبی خود هم برای الله بکنیم، زبانی را هم برای الله بکنیم، بدنی را هم به الله متعال بکنیم، مالی را هم به الله متعال بکنیم. یعنی همین 6 قسم عبادت ما
مخصوص الله باشه. بخش دوم توحید الوهیت که است توحید حاکمیت است. حاکمیت الله است که یعنی حاکم، یعنی کسی که قانون تعیین میکنه، حلال حرام جایز خوب بد حق باطل، اینو کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. پس حاکمیت الله را در 12 چیز باید مراعات بکنیم. در 12 چیز باید حاکمیت الله را سر خود تطبیق بکنیم، به او ایمان داشته باشیم و مطابق از او زندگی بکنیم. اول حاکمیت اعتقادی هست که یعنی الله متعال عقیده را برای ما تعیین کرده، چه قسم عقیده داشته باشیم، چه قسم الله را بشناسیم. قسم اول. قسم دوم حاکمیت الله در عبادات است. عبادات هم الله تعیین میکنه، هم عقیده چی است؟ این علما میگن عقیده هم توقیفی هست، عبادت هم توقیفی هست. چی معنی؟ یعنی اونمو عقیده را که الله در قرآن و سنت بیان کرده، اونمو عقیده را باید یاد بگیری و مطابق زندگی بکنی. دوم مثلا عبادت، اونمو چیزی را که الله بیان کرده و رسولش توضیح و تشریح کرده، اونمو قسم باید عبادت بکنیم. از دل خود ما نه عبادت ساخته میتونیم و نه او را جور کرده میتونیم. وقتی که الله برای ما مثلا 2 رکعت نماز صبح 2 رکعت فرض تعیین کرده و پیغمبر صلی الله علیه و آله را تطبیق کرده، ما نمیتونیم که نمی 2 رکعت از سیاسی رکعت بسازیم یا 1 رکعت بسازیم. مجبور هستیم اونم را 2 رکعت بخونیم. اگه نفر میگه ما والا صاحب من 20 رکعت میخونم و نماز بد چیز است، ما میگم چون به طریق پیغمبر نخونی همین بد میشه. پس این فرض صبح چند رکعت بخونی؟ 2 رکعت. اگه 3 رکعت هم بخونی نمازت قبول نمیشه، اگه 1 رکعت هم خاطر بدعت میشه. بله، ضد طریق پیغمبر صلی الله علیه و میشه. قسم سوم حاکمیت الله هست در نظام اجتماعی. مثلا در جامعه که ما شما زندگی میکنیم، الله متعال میگه شما تشکیل خانواده بدین. تشکیل خانوادهتون باید با امرای کی بدین؟ یک مرد باید با یک زن ازدواج بکنه، مذکر مؤنث با هم تشکیل خانواده بدن. اینمی قانون است. اگر اینمی قانون کس قبول کرد مسلمان است، اگر کس بگه نه والا من این قانون قبول ندارم، من میخوام مرد با مرد ازدواج بکنم، این قانون یا تغییر میده. اگر تغییر هم بده ای از حاکمیت الله خارج میشه و اگر این قانون میپذیره هم از حاکمیت الله خارج میشه و اگر مطابق از این قانون مثلا این قانون مثلا یک کسی قانون گذاری میکنه، این هم از حاکمیت الله خارج میشه. یعنی در توحید حاکمیت شرک در حاکمیت میگن، با امرای الله مخلوق شریک کرد. در نظام اجتماعی چهارمش در نظام اخلاقی است. حاکمیت الله در اخلاقیات است. الله متعال اخلاق تعیین کرده. الله میگه مثلا عورت مرد باید عورت چقدر باشه، از زن باید قدر عورت باشه، ستر بکنه، حجاب بکنه. اینی است. اینی اخلاقیاتی که الله بر ما تعیین کرده، اینمی حاکمیت الله هست. یعنی قانون از این کی جور کرده؟ تعیین کرده الله تعیین کرده. اگر کسی نمی اخلاقیات نمیپذیره، میگه مثلا من بدل خود هستم، دلم برخ نمیگردم یا دلم هر قسم گشتم، بدل خودم تعلق داره، پس خود به امرای الله شریک ساخت. و اگر کسی که بر شنوت یک قانون جور میکنه و این قانون نمیپذیره، کسی که قانون تغییر میده او طاغوت گفته میشه، این پیرو طاغوت گفته میشه. پس این از حاکمیت الله چی شد؟ خارج شد در نظام اخلاقی. پنجمش که است چی است؟ نظام سیاسی هست. نظام سیاسی هم انسان مسلمان مکلفیت داره که حاکمیت الله را در نظام سیاسیش هم تطبیق بکنه. الله متعال میگه که وقتی شما یک نظام جامعه را میسازین، باید این نظام ازی در اینجا حکم الله در اینجا حاکمیت داشته باشه. یعنی 12 چیز باید در اونمو نظام تطبیق شه. اگر کسی یکی از این هم نمیپذیره، از دایره ایمان خارج میشه. دیگه نظام اقتصادی هست. الله متعال اقتصاد هم برای شما قوانینش تعیین کرده. مثلا تعیین کرده که سود حرام است. متوجه هستین؟ مثلا وقتی که شراب حرام است، تجارت شراب هم حرام است. وقتی که زنا حرام است، هتل هایی که تجارت از طریق زنا میکنه این هم حرام است. این حال اگر کسی به نام اقتصاد قانون تغییر میده و قانون الله را، شریعت الله را قبول نمیکنه، اینجا در نظام اقتصادی از دایره اسلام خارج میشه. مثلا بعضی کسا در اسلام میگه نظام اقتصادی نیست، یعنی این نفر با این جمله خود از اسلام خارج میشه. در اسلام در قرآن آیات هست که مشخصا درباره چی است؟ اقتصاد است. اسراف نکنین، تبذیر نکنین، تقدیر نکنین، مثلا چی. پس این نظام اقتصادی است. هفتمیش نظام مالی هست که ما و شما وقتی که مسلمان هستیم، یعنی کدام مال حلال است، کدام مال حرام است، این مال ما در کجا مصرف کنیم، از کجا باید پیدا بکنیم، این کلش الله بر ما تعیین کرده و رسول صلی الله علیه و تشریح کرده. این حال اگر کسی اینمیش قانون الله را، اینمیش شریعت الله را قبول نکنه، بگه من دلم از طریق پیسه پیدا میکنم، دلم
مسلم به اختیار خودم است. این میشه خود با الله شریک. افرایت من اتخذ اله او هوا. الله میگه نه بعضی کسایی که خواسته های نفسی خود معبود خود جور میکنن. پس نظام مالی الله را، حاکمیت الله را در نظام مالی نمیپذیره. وقتی نپذیره از اسلام خارج میشه. هشتمیش حاکمیت الله هست در نظام تعلیمی و تربیوی. الله متعال بر ما گفته که مثلا رسول الله میگه که طلب العلم فریضه علی کل مسلم. وقتی که میگه طلب علم فرض است بالای هر مسلم، یعنی هر مسلمان زن و مرد بالایش چیست؟ طلب علم فرض است که باید اونا اساسات دین، اساسات عقیده، چیزای ضرورت که هستن، علومی که هست باید اینو چی کنن؟ طلب بکنن. حالا اگر ولی زنها باید جایشان جدا باشه، مردها جایشان جدا باشن، حجاب باشه، سطر باشه، اختلاط نباشن، با اونمو شرایط اسلامی باید اینمی تعلیم و تربیت صورت بگیره. اگر کسی اینمی قانون قبول نمیکنه، این حاکمیت الله را در تعلیم و تربیت قبول نکرده. این بسیار خطرناک است. بسیاری کسا مثلا خوب عبادت میکنن لکن در حاکمیت قبول نداره. مثلا بعضی اوقات مثلا کسایی که سوسیالیست هستن میگه والا ما سوسیال دموکرات هستیم. چطور سوسیال دموکرات هستیم؟ میگه مثلا ما نماز قبول داریم، عبادت قبول داریم، خود در اقتصاد اسلام قبول نداریم. یعنی حاکمیت الله را قبول نداره. این دیگه باز بدیم ایمان داره در توحید الوهیت، در عبادتش ایمان داره، در حاکمیتش سود و ربا و چیزا. این مثلا وقتی که یارو میگه که من این چیزا را باید باشه. خب دیگه حاکمیت الله که هست باز در بخش چی است؟ در بخش نظامی هست. در بخش نظامی مثلا آیات قرآن هست که مثلا مسلمان باید امرای کی بجنگه، مسلمان باید چه قسم از سرزمین خود دفاع بکنه، مسلمان باید در مقابل یک کس کافر کس چه قسم جهاد بکنه، مثلا چه قسم از منطقه خود دفاع بکنه. اینمی آیات قرآنی که است، این امو قوانین نظامی اسلامی را که رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق کردن مثلا در زندگی خود، اینمی را باید انسان بپذیره. اگر کسی اینمی را نمیپذیره و میگه ما او قوانینی که در قرآن عظیم شان است، نظامی یا عسکری اسلام قبول نداره، می از دایره اسلام خارج میشه. حاکمیت الله را داریم چون الله حاکم است. حاکمیت از است تعیین کرده که مثلا تو کدکی باید بجنگی، کدکی باید جنگ نکنی، کدکی صلح بکنی، کدکی صلح نکنی، چه قسم مثلا زندگی بکنی مسالمت آمیز، چه قسم مثلا دفاع بکنی، زندگی دفاعی داشته باشی، چه قسم تعرضی، کل ازی در آیات قرآن تعیین شده و در احادیث رسول الله توضیح و تشریح شده. دیگه دهمیش که از فرهنگ اسلام است. نظام فرهنگی است. الله متعال تعیین کرده در زندگی فرهنگی. مثلا در جاهلیت یک نفر مثلا میخواست یک بچه را میگفت که این بچه من هست، او مثل بچه اصلی شوره میشد. در نظام فرهنگی اسلام که است خورخواندگی و بیادرخواندگی و پدرخواندگی و ایگپا نیست. وقتی که یک کس را بیادر میخوانی، مثلا خود برادر من هستی، برادر دینی من هستی، اما اگر من تو را بیادر میخوام دیگه برادر چی میشه بغیر از برادر دینی؟ یا برادر سکه هست، یا برادر مادری است، یا پدری است، یا رضایی است، و یا هم برادر دینی هست. این قسم ششمش وجود نداره در فرهنگ اسلامی. این اگر کسی قبول نمیکنه، میگه نیست ما میخوایم که اینی حساب باشه. و یا مثلا در فرهنگ اسلام که صبح که است، وقتی که مثلا ما شما سحری میخیزیم بعد از اون شفق داغ میشه، اون وقت صبح شروع میشه. بسیاری کسا میگن من این قانون قبول ندارم، باید صبح ما از چند بجه شروع شه؟ از 12 بجه شروع شه. پس همون فرهنگ، نظام فرهنگی الهی رو قبول نداره. وقتی که اینو قبول نکنه، این از دایره اسلام چی میشه؟ خارج میشه. یا مثلا در نظام فرهنگی اسلام بسیار چیزا هست که مثلا از ما و شما همون روز مقدس ما، هولیدی ما که است، روز مقدس ما روز جمعه هست، یا عید قربان است، یا عید رمضان است. اگر کسی رو تغییر میده، اما حاکمیت الله را در نظام فرهنگی نپذیرفته. 10 تا شد. 11 نظام قضایی هست که الله متعال در نظام قضایی مثلا اوجه داره که مثلا قاتل باید قصاص شود، مثلا دزد باید دستش قطع شود، و مثلا حدود است، قصاص است. مثلا در نظام قضایی اسلام کلش معلوم است که مثلا بر کدام مجرم چی جزا باید داده شود. این حالا اگر کسی این نظام قضایی اسلام قبول نمیکنه و میگم نه من قبول ندارم، از دل خود جور میکنیم، اینجا هم بچه شد به حاکمیت الله الهی. این انسان این رد کرد و در اینجا از دایره اسلام خارج میشه. و 12 نظام دعوتی اسلام است که مثلا وقتی ما مسلمان هستیم
دیگران رو به طرف اسلام دعوت میکنیم، چه قسم باید دعوت بکنیم، چه قسم مثلا جملات استعمال بکنیم، سیستم ما چه قسم باشه. یعنی كل زمین ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. کل از اینا در آیات قرآن بیان شده و رسول الله صلی تعیین کرده. یعنی این چی شد؟ این شد خلاصه 12 بخش حاکمیت الله. پس توحید الوهیت 2 بخش داشت، یکی عبادت بود، دیگه چی بود؟ حاکمیت. سومی قسم توحید که است باز اول توحید ربوبیت بود، دوم الوهیت بود، سوم قسمش توحید اسما و صفات است. پس ما باید نام‌های الله را بشناسیم و نام‌های الله اسما و صفات است. هر نام الله همون صفت هم داره، باید این انسان توحید داشته باشه. توحید در اسما و صفاتی است که انسان نام‌های الله را یاد بگیره و مطابق از او زندگی بکنه. مثلا وقتی ما میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الله ذات است که او رحمان الرحیم است. پس الله متعال برای ما نام خود بیان کرده که نامش الله هست. این نام‌های دیگه که مثلا مردم میگن که از دل خود مثلا گاد است، انگلیس‌ها گاد میگن و مثلا بعضی کسا خدا میگن و خداوند میگن و سختن میگن. نام الله که است، الله متعال در قرآن چی کرده؟ توحید نمیشه. همون نامی که الله بر خود تعیین کرده همون رو باید ما شما یاد کنیم که الله هست. حتی اگه به انگلیسی و به فرانسوی و آلمانی هم گپ میزنی باید الله بگویی. متوجه هستین؟ و دیگه صفات الله هست که باید صفات الله رو ما شما بفهمید. مثلا وقتی که الله متعال رحمان الرحیم است، پس ما عقیده داشته باشیم که روزی دهنده تمام مخلوقات یعنی به اساس رحمتش الله متعال که رحمان است و کل مخلوقات خود چی میرسونه؟ روزی رو میرسونه. ما و شما کار خدا میکنیم لکن روزی و رزق ما رو الله میرسونه. مطابق از این تمام نام‌های الله را 99 نامش که در قرآن و سنت آمده با همین نامش صفات هم کتش است. پس این باید ما حفظ بکنیم و مطابق از چی کنیم؟ زندگی بکنیم. زندگی خدا بکنیم که مثلا الله رقیب است، من 24 ساعت مراقبت میکنم. الله رزاق است، روزی رسان من الله هست. باید بشینه. مثلا تقدیر مرا الله تعیین کرده، بنابراین چیزی که الله بر ما مقدر کرده و تعیین کرده اونم بر ما رسیدنی هست و قضا و قدر و همین چیزایی که از کل از ما مطابق اونم اسما و صفات الله متعال علم پیدا بکنیم و مطابق از او 24 ساعت زندگی بکنیم. همین خلاصه جدول اینمی توحید است. استاد بسیار خوب اشاره کردین، اما در یک مسئله ما آمدیم که اسمای الله متعال 99 نام دارنی. مثلا اینا اگر ما شما مثلا پیغمبرای ما شما گفت ربنا اللهم یا مثلا در هر دعایشان ربنا و اللهم، اینا ما مردم افغانستان که مثلا بسیار رواج خدا میگن یا خداوند جل جلاله، آیا یا درست قبول میشه؟ چطور است مثلا؟ اصلا تو است علمای عقیده میگن که همین لفظ الله که است، لفظ الله که است اول یکی از اسم نام الله متعال است. صحیح نه؟ و در قرآن الله متعال گفته که الله لا اله الا هو الحی القیوم. معنای الله خداوند نیست. خداوند یا خدا که است این به معنای صاحب است که ترجمه مالک است. و اگر شما یک مرتبه یا الله میگین، علما میگن که همین تمام اسما و صفات الله که است، چون نامهای الله 99 نامش در قرآن و سنت برای ما ذکر شده، اما دیگر نامهایی است که الله متعال بر ما نگفته، در علم غیب خود را حفظ کرده. این چیز اینال وقتی که شما میگین یا الله یا اللهم میگین که این میم کسی بعضی یا اینجا آمده اللهم، الله اینجا الله هست، یا الله میگین یا اللهم میگین. اینال اینمی که شما نام الله را میگیرین مثل که تمام صفات الله را چی کردین؟ ذکر کردین. این قدر اجر داره. اما اگر شما 1000 مرتبه خداوند بگین همین اجر نداره. و خداوند که است و خدا که است این امو کلمه یعنی ترجمه کلمه مالک است به معنای صاحب. مثلا شما ادبیات لیلی نمیفهمین که خداوندگار و خداوند فلانی و کت خدا و که پاک میگن چی هستی؟ کلمه به معنای صاحب است که معنای مالک هم میده. از این خاطر از دیدگاه عقیده بهتر همی هست که انسانی که عقیده را خوانده امو الله را با امون نام خودش که خدا معرفی کرده و رسولش گفته اونمو رو باید برای اونمو ما و شما بگوییم. و این چیزایی که مثلا مروج و طرح هست که عوام الناس میگه اونا رو بعدم نمیگیم. خب من تا کسی که عقیده رو درست میفهمه و میخواه که ثواب بگیره و اجر بگیره و هیچ مشکل نداشته باشه باید اون نام اصلی الله که الله سبحانه و تعالی سفیده بگیریم.
بسیار زیاد تشکر از استاد معزز و گرامی محترم عبدالظاهر دایی صاحب. اگر بسیار خوب به صورت مختصر و بسیار خوب فشرده بر ما توضیح کرد در عقیده که برادرایی که مثلا در لندن تشریف دارن این ویدیو را که میبینن بفهمد در یک چوکاتی که مثلا عقیده و توحید هست، نظر بر گفتار استاد محترم باید ما شما میره ورد زبان خود کنیم و بفهمیم. و دیگه بسیار زیاد تشکر. اقول قول هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه غفور رحیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد